أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب تأکید وجوب الزکات، یعنی که باب در مسئله تأکید کردن واجب بودن ادا کردن زکات مال. پس ما و شما از زیر این باب 2 درس گرفتیم و درس امروزه سومین درس ما و شما از این باب است. حدیث 1213 کتاب ریاض الصالحین و این آخرین حدیث این باب و طولانی ترین حدیث در این باب هست که انشاءالله حالا این را خواهیم گرفت. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید در زیر حدیث 1213 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من صاحب ذهب ولا فضة، یعنی هر صاحب طلا، یعنی هر کسی که طلا دارد و یا هر کسی که نقره دارد، ولا یؤدی منها حقها، و ادا نمی کند از این مالهای داشتهش، یعنی از طلا و از نقره زکاتش را، حقها یعنی که زکاتی طلا و نقرهش را نمی دهد، الا اذا کان یوم القیامة صفحت ثم له صفائح من نار، الا اذا کان یوم القیامة، پس میگه هنگامی که روز قیامت می شود صفحت له، یعنی که تبدیل می شوند همین طلا و نقره های این انسان، صفائح من نار، یعنی ورقه های از آتش، یعنی که همین طلا و نقره که در این دنیا داشت، همین طلا و نقرهش تبدیل می شود به آهن یا تبدیل می شود به سنگ. پس چکار میکند؟ فاحمی علیها فی نار جهنم، پس داغ و جوش و گرم کرده می شود همین طلا و نقرهش که آهن گشتن، سنگ گشتن، همین ها داغ کرده می شود، جوش کرده می شود فی نار جهنم، در آتش دوزخ. آتش دوزخ که 69 برابر از آتش دنیا گرمتر هست. ببینید در آتش دنیا که 69 برابر از آتش دوزخ سلقینتر است یا گرمیش کمتر است، در بالای این آهن را بمانی اگر با دستت قپیده نمیتوانی. پس انا همون آتش دوزخ که 69 برابر از آتش دنیا گرمتر هست، در بالای انا همون این سنگا، این آهنهایی که اصلش نقره بودند و طلا بودند، اینها تصفانده می شوند، جوش کرده می شوند. فیکوا بها جنبه و جبینه و ظهره، فیکوا پس درزمال کرده می شود، یعنی شکیده می شود، جنبه پیشانیش یا پهلویش، و جنبه یعنی که پهلویش، دو پهلوهای اون انسان به همون سنگ آهن تصفاندگی شکیده میشه، اتوکش میکنن، درزمالش میکنن. و جبینه و پیشانیش همچنین با همون اتو کرده می شود، درزمال کرده می شود با همون آهنان تصفان. و ظهره و پشتش همچنین با همون آهن تصفان اتوک و درزمال کرده می شود. كلما بردت اعیدت له فی یوم کان مقداره 50,000 سنة. كلما بردت،
هر وقتی که میگه خنوک میشوند، وقتی که مثلا در بالای آتش میمونند ترس میکند، سرخ میشود، میارد در پهلوهای این انسان میجقد، در پیشانی این صاحب مال بی زکات میجقد، پشتای این صاحب مال بی زکات درزمال کرده میشود، شکیده میشود با همون آهنان و با همون سنگان تصفیدگی. هر زمانی که میگه بردد همون سنگا خنک که شدن، اعیدت له یعنی دوباره باز برگردانده می شود بالای آتش، باز تصفانده می شود. یعنی یک بار نه، باز دافی دویوم باز می تصفانند میارن، باز همین کار در بالای این انسانی که مال دارد و زکات نمیدهد بالای اینده جاری میکند. فی یوم کان مقدار 50,000 سنتین، یعنی در روزی که مقدار اون روز 50,000 سال است. یعنی که یک روز و دو روز نه، یک هفته و دو هفته نه، یک ماه و دو ماه نه، همچنین یک سال و دو سال نه، 50,000 سال زیر این شکنجه و عذاب می شود انسانی که مال دارد و زکاتش را پرداخت نمی کند. حتی یقضا بین العبادی، تا اینکه حکم کرده می شود، میگه در بین بندگان، فیورا سبیله، پس مشخص و معین کرده می شود این انسان را راه و رویشش، یعنی که اهل جنت است یا دوزخ، اما الى الجنت و اما الى النار، یا به طرف جنت یا به طرف دوزخ، راهش معین و مشخص و بیان کرده می شود که این انسان باید به کجا بدراید. بعد از این میگه قیل یا رسول الله، بعد ابو هریره رضی الله عنه که گفته می شود که رسول الله فالابلو، درباره شتر. خب تا اینجا این حدیث درباره طلا و نقره بود. پس هر کسی که امروز سامانی دارد و زکات نمیدهد، درزه بنچه سامانی ها، پول سامانی یا دلارها دارد، درزه پنهان میکند، زکاتش نمیدهد، یا روبل یا هر مالکی، هر سومی، هر دولت را دارد، ارزش اون سومی با ارزش باشد و یعنی سوم باشد و زکات اون را ندهد، ان همین بنچک هایی که از دلار و روبل و سامانی جمع کردگی بود، ان همینا تبدیل به سنگ می شوند و در بالای آتش دوزخ جوشانده و سرخانده و سرخ کرده و داغ کرده آورده در بالای انسان، در بالای صاحبش گذاشته می شود. پیشانیش می سوزانند، پهلوهایش می سوزانند، پشتش می سوزانند، یعنی عذابش می تیند. چند که 50,000 سال. الله اکبر. این حدیث تا اینجا همچنین به همین معنا آیت داریم. پس از این حساب علما میگن که این حدیث تفسیر همون آیت است. کدام آیت است؟ سوره توبه آیت 34. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 34 میگوید که والذین یکنزون الذهب والفضه، یعنی کسانی که جمع میکنند طلا و نقره را، جمع کرده زکات ندادن رو میگن کنز. کسی که مال و ملک جمع میکند زکات نمیدهد، اون را میگن کنز. پس کسانی که مال و ملک جمع میکنند و زکات نمیدهند، ولا ينفقونها فی سبیل الله، یعنی که زکات در راه الله نمیدهد، الله میگه فبشرهم بعذاب علیم، پس اونها را بشارت بدهید با عذاب دردناک. عذاب دردناکش چی است؟ الله سبحانه و تعالی در سوره توبه باز آیت 35 میگوید که یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. الله سبحانه و تعالی میگه یوم یحمى علیها فی نار جهنم، یعنی روزی که تصفانده و داغ کرده می شود در آتش جهنم همین مالهاشان، پولهای جمع کردگیشان، فتکوی بها جباههم، پس سوزانده می شود، درزمال کرده می شود، اتو کرده می شود، جباههم یعنی که پهلوهای پیشانی هایشان، و جنوبهم پهلوهایشان، و ظهورهم و پشت هایشان. پس برای اونها گفته می شود که هذا ما کنزتم لانفسکم، یعنی این به سبب آن مال و ملک را برای خودتان جمع کردید، زکاتش را ندادید، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اکنون بچشید عذاب آن مال را که جمع کردید و زکات ندادید، عذابش بچشید. پس این آیت است، سوره توبه آیت 34 و 35.
پس کسانی که مال جمع میکنند زکاتش رو نمیدهند شامل این عذاب دردناک خواهند شد. خب اکنون تا اینجا درباره مال بود، یعنی درباره سوم، دلار و سامانی و طلا و نقره و روبل و یورو و درباره اینها بود. اکنون میگذاریم درباره حیوانات. قیل یا رسول الله، گفته شد ای رسول الله، فالابل، پس گفت درباره شتر چی؟ کسی که شتر دارد، مثلا مال دارد، درباره شتر چی؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ولا صاحب ابل لا یؤدی منها حقها، گفت هر صاحب شتری که لا یؤدی منها حقها یعنی زکات شترهاش نمیبرارد، و من حقها، و از حق شتر همین است که حلبها یوم وردیها، یعنی جوشیدن شتر در روزی آبنوشیش، یعنی شتر بسیار شیری بسیار دارد، شتر شیرش اصلا زیاد می شود. اکنون شتر در صحراها رفته جوشیدنش مشکل است. پیغمبر میگه که حلبها یوم وردیها، یعنی که جوشیدن شتر در روز آبنوشیش است. یعنی وقت آبنوشی میاد در پیشت است، آسان از جوشیدنش، اکنون بجوشش، شتر بجوشو، شیراش برای مردم، برای کمبغلان، برای ناداران تقسیم کنین. این حق شتر است. این کسی که شتر دارد حقش همین است که شیرش برای دیگرها بتید، بعد نصاب رسید و زکاتش ببرارد. الا اذا کان یوم القیامتی، هنگامی که میگه روز قیامت میشود، بطح لها بقاع قرقر او فرما کانت، میگه که بطح لها، یعنی که بطح لها بر روی هایشان خواب کرده می شوند این مردم، یعنی صاحبای شتر اگر که زکاتش ندهد، حق شتر ادا نکند، بطح لها یعنی صاحبان شتر خوابانیده می شود بر روی هایشان یا بر پشت هایشان، خلاصا در زمین صاحبای شتر خواب میکند. بقاع قرقرین یعنی به صحرای کلانه، به زمینه، به یک سرزمینه چکار کرده می شود؟ خوابانده می شود. اوفر ما کانت، اکنون اوفر ما کانت یعنی که وزمینتر و فربهتر می شود شترها از اونه که در دنیا بودن. این شترها در اونجا فربه می شوند. لا یفقد منها فصیلا واحدا، یعنی که لا یفقدو یعنی کم نمی شود از شترایش یک بچه شتر، حتی یک بچه شترش کم نمی شود. مثلا در دنیا 10 تا شتر داشت، 100 تا داشت، 1000 تا داشت، همه اون شترها جمع کرده می شود، حتی یک بچه شترش کم نمی شود. تطعوه باخفافها، پس انا همون شتراش همش جمع کرده می شود. تطعوه یعنی که میجقند صاحبش را با سنبایشان، یعنی که صاحبش از زمین خواب میکنن، شترها را با بالاشان روان میکنن، با بالای اینها شترها گذشته رفتن میگیره. عذاب را ببینید. و تعضه بافواهها، و تعضه بافواهها یعنی که و گز میگیرن، گز میگزن با دهانهایشان شترها. فقط جقیدن خالی نه، حتی شترها با میگزیدن صاحباشان. کلما مر علیه او اولاها، هر وقتی که میگذرد بر بالا این انسان اولش، رد علیه اخراها، میگذرد آخرش، یعنی که دومی در دوم، یکمش میگذرد، دویمش، سومش، چهارمش، تا 1000 تا داشته باشد 1000 تا میگذرد، 1000 تا بوچید با دور دوم با اون یکم گذشتگی میآید، با دوم بار با تاب میخرد، یعنی دور زدن میگیرد. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که مقدار اون روز 50,000 سال است. حتی یقضى بین العباد، تا زمانی که حکم برآورده شود، حکم صادر شود در بین بندگان. فیورا سبیله، پس دیده می شود راه این انسان، اما الی الجنه و اما الی النار، یا به طرف دوزخ یا به طرف جنت، یا به طرف جنت یا به طرف دوزخ راهش معین کرده می شود. تا همون وقت شترها عذابش کرده استند. ببینید حال جنت و دوزخ حالی ندر آمده است، حالی عذابی پیشکی است، پیشکی عذاب کرده ایستادن. بعد از این بعد حکم کرده می شود که این انسان جنتی است و جنت می رود، یا دوزخی است و دوزخ می رود. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از دوزخ خلاص بگرداند و گذشتگیامون همچنین الله سبحانه و تعالی
زیر رحمتش بگیرد و همیشه زیر رحمت الهی باشند. آمین یا رب. قیل اکنون شتر هم خلاص شد. شتر از زکات چکی ندادی در زمین خوابت میکنن، شترها به بالات میان، هم میجقن میگزن هم میگزن. این کسی که شتر داره زکات چه نمیدهد. قیل یا رسول الله، گفتن ای رسول الله، فالبقر والغنم، گفتن درباره گاو، کسانی که گاو دارند و کسانی که گوسفند و بز دارند، اینها چی؟ مثلا مالدار هستند، گاوی محشر دارد، بز و گوسفند دارد، اینها چی؟ قال پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ولا صاحب بقرین، و گفت همچنین هر صاحبی گاو، ولا غنمین، هر صاحبی گوسفند و بز، لا یؤدی منها حقها، ادا نکند اگر حقی گاو و گوسفندایشان زکاتشان رو ندهد، الا اذا کان یوم القیامتی، هنگامی که روزی قیامت می شود، بطح لها بقاع قرقرین، پس خوابانیده می شود این انسان در یک زمین صحرای هموار و کشاد. در یک صحرا میبرند صاحب گاو و مولا، گاو و بز و گوسفند در زمین خواب میکنند. لا یفقد منها شیئا، یگان تا گاو و گوسفندش کم نمی شود. در دنیا چند تا که داشت همش جمع میکنن، همش میآید. لیس فیها اقصاء، در بین اون گوسفندانش، در بین اونها یا گاو و گوسفند و بزش در اقصا نیست، یعنی که شاخش کج باشد، کج شاخ نیست. ولا جلحاء، همچنین در بین گاو و گوسفندا و بزاش همچنین بیشاخ هم نیست. ولا عضباء، و همچنین شاخ شکستگی هم نیست. یعنی چی است؟ یعنی همه اونها شاخهای تیز تیزی، بروی خوش رو خوش شاخ دارن، یعنی شاخ دارن. بیشاخ یکون تا نیست. همه گاواش در دنیا هم بیشاخ بود شاخدار می شود، گوسفندش و بزش همه شاخدار می شود. چیکار میکند؟ تنطعه بقرونها، میزنند صاحبانش را با شاخهایشان. گاو میدود صاحبش به شاخش میزند، گوسفند و بز میدود صاحبش به شاخش میزند. و تطعه باظلافها، و میجقند صاحبشان را با سمهایشان. یعنی صاحبش از این که خوب است میدود میزند و با سمبش میکند، بالاش نمیبراید. کلما مر علیه اولاها، هر زمانی که میگذرد اولش، رد علیه اخراها، رد میشود آخرش. یعنی که به نوبت 1000 تا اگر مال داشته باشد یا 500 تا مال داشته باشد، یکمش میگذرد، دویم، سوم تا 1000 بود شد، با اون یکم میگیره نوبتش. یعنی دور زدن میگیرد، میدود به شاخ میزند و به سمش میکند، به شاخ میزند و به سمش سم میکنند، عذابش میکنند، عذاب. تا که فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که اندازه اون روز 50,000 سال است. 50,000 سال این عذاب بالای اون بیچاره می آید. حتی یقضى بین العباد، تا اینکه حکم می شود در بین بندگان. فیورا سبیله اما الى الجنه و اما الى النار، پس دیده می شود راه اون انسان یا به طرف جنت یا به طرف دوزخ. یعنی که پیش از اینی که معین شود این عذاب بالای اون انسانی که زکات مالش نمیدهد، این عذاب می آمده است. پس هر انسانی که گاو و مال و گوسفند و بز دارد، زکات چه نمیدهد، در روز قیامت این عذابی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم را انتظار شود. این بود درباره گاو و بز و گوسفند اگر از زکاتش داده نشود. باز گفتن قیل یا رسول الله فالخیل، گفته شد که ای رسول الله پس اسب ها چی؟ یا آدم اسب دارد، یا آدم صاحب اسب است، حکم این چی است؟ پیغمبر چی گفتن؟ الخیل ثلاثتون گفتن، یعنی گفتن اسب ها به 3 قسم تقسیم می شود. اسب 3 نمود است، یا میتونم بگم که اسب داری با 3 مقصد و مرام است، یا اسب دارها یکی از این 3 طایفه مردم هستند. اون طایفه چی است؟ هی لرجل وزرون، یکمش گفتن بر همین اسب داری برای بعض انسان ها، برای صاحبانشان نگهداریش گناه است، یعنی صاحبش گناهگار میشود برای نگاه کردن اسبش. این یکم طایفه مردم. و هی لرجل سترون، و همین اسب نگاه کردن، نگاهداری اسب برای بعضی از مردم نشانه
یا که نشان دهنده، یا میتونه بگیم سیتر است، یعنی که پوشاننده نیاز و فقرش است. یعنی که اگه انسان اسب دارد، زمانی پیشین اسب می‌داشتی یعنی تو ثروتمند بودی، تو فقیر نیستی دیگر. برای بعضی ها همین اسب داری سیتر است، یعنی که نیازمندی و فقر و ناداری صاحب شه میپوشاند. مردم فکر میکنن که این انسان صاحب مال است. این دویم نمود اسب داری بود از انسانی که اسب می‌داشته است. و هی لرجل اجر، و همین اسب نگاهداری سیم طایفه‌اش برای بعضی از مردم اجر و پاداش و ثواب است. دیدید؟ پس اسبداری سه حالت داشته است. یکم برای اسب نگاه کنندهش گناه است، دوم برای اسب نگاه کنندهش پوشاننده فقر و ناداریش است، سوم برای اسب نگاه کنندهش اجر و پاداش و ثواب بوده است. اکنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سه طایفه را بیان میکند که کدامش گناه است و کدامش پوشاننده نیاز و فقر است و کدامش اجر و پاداش دارد. میگوید که یا کدام نمود و کدام نوع. میگوید فاما التی هی له وزر، میگه اما آن اسب نگاهداری که برای صاحبش گناه و معصیت میارد، فرجل، پس میگه مردی که ربطها رعاء و فخرا، یعنی که نگاه داشته است، در حولیش بست است اسب را از روی ریا، مردم ببینن ریاکار، و فخرا، با اون اسب فخر میکند، افتخار میکند، و نواء علی اهل الاسلامی، و دشمنی بر اهل اسلام میکند این انسان. یعنی انسانی که اسب را برای ریا و فخر و افتخار و دشمنی برای اهل اسلام اگر نگاه بدارد، این طور اسب داری گناه است، این طور اسب نگاه کردن معصیت است. میگه فهی له وزر، پس میگه همین اسب نگاه کردن برای صاحبش گناه میشود، گناهگار میشود صاحبش برای این نیت ناپاک و برای این فخر و ریاکاری و دشمنی با اهل اسلام. این یکم طایفه بود که گناه است. دویم طایفه اسب داری. و اما التی هی له ستر، اما اسب داری یا اسب نگاه کردنی که برای صاحبش پوشاننده نیاز و فقرش می شود، اون چی است؟ فرجلون، پس میگم مردی که ربطها فی سبیل الله، یعنی که بست است اسب را در راه الله، در راه الله اسب را بست است یا نگاهداری میکند اسب را به خاطر الله، به خاطر در راه برای جهاد کردن، برای روزی مبادا، برای استفاده بردن، برای خدمت کردن با مردم این کار کرده است، برای جهاد کردن اسب نگاه میکند. ثم لم ینس حق الله فی ظهورها، پس این انسان فراموش نکرده است حق الله تبارک و تعالی را در پشت این اسبایش. یعنی چی؟ یعنی که حق اسب را در پشتش فراموش نکرده است، حق الله سبحانه و در پشت اسب فراموش نکرده است. یعنی که یگان وقت یگان همسایه و یگان محتاج احتیاج به اسب کند، اسب میتید که اون آدم برای خدمت بود کند و بیاید. یا یک مجاهد وقتی که جهاد رفتن است اسب ندارد، این اسب میتید که اون برای جهاد کند بیاید. یا یک بگیم وزمین بار نکردن در بالای اسب، یعنی اسب عذاب ندادن. همه همین ها رو میگد که لم ینس حق الله فی ظهورها، یعنی فراموش نکرده باشد حق الله سبحانه و تعالی در پشتش. چطور؟ یعنی وزمین بار نکند. باز اگر وزمین بار کرد پس حق الله را پایمال کرد این انسان و شترش عذاب بگیم اسبش عذاب ندهد و اگر مجاهد احتیاج رو شد به اون بدهد تا اینکه خدمت بکند. ولا رقابها، و همچنین نگاه و بین شتر بگیم فراموش نکرده باشد. نگاه و بین شتر فراموش نکرده باشد یعنی که علفش بتید، شکمش سیر بکند، گشنه نماند با اون اسب، اسبش شکمش سیر بکند. فهی له ستر، پس میگه همین طور اسب داری برای صاحبش ستر میباشد، پوشاننده نیاز و فقر و کمبغلیش میباشد. این طور اسب داری. و اما التی هی له اجر، اما میگه اون اسب داریه که برای صاحبش اجر میارد و پاداش میارد، فرجل ربطها فی سبیل الله لأهل الاسلام فی مرج او روضة
پس میگه رجل، مردی که ربطها فی سبیل الله، بست است اون اسب رو یا نگاهداری میکند اسب رو در راه الله برای جهاد کردن، لاهل الاسلام، برای مسلمانان را خدمت بکند اسبش، فی مرجین، در چراگاه بزرگ دارد، مثلا اسب را میبرد در اوج نگاه و بین میکند برای خدمت کردن در راه الله، او روضتین، یا چراگاه میدک دارد، اگر را چک دارد در دروش مثلا یا از دو از پنج ده اسب آورده نگاه و بین میکند. مرج این چراگاه کلان میگویند، بگیم یک کوه کلان ایخی چه 100 گیتار در اونجا برده سرش داده است. اما روضه چراگاه کوچک، مثلا 1 گیتار زمین دارد، نیم گیتار زمین دارد، در داخل اون اسب را نگاه میکند تا اینکه روز در راه دین در راه الله خدمت بکند اسبش. فما اکلت من ذلک المرجی او الروضه من شیء، پس هر آن چیزی که میخورد اسب از همون چراگاه بزرگ، از همون چراگاه میده، من شیء یعنی از علف و از برگ و از آبی که می نوشد، الا کتب له عدد ما اکلت حسنات، نوشته می شود میگه برای صاحبش عددی که خورده است ثواب، هر یک عدد علفی که خورده است ثواب در نامه اعمال صاحبش نوشته می شود، هر برگی را که خورده است برای صاحبش حسنات نوشته می شود. و کتب له عدد ارواثها و ابوالها حسنات، و نوشته می شود برای اون انسان به اندازه سرگینی اسبا، چقدر در داخل همون اگرات، در داخل همون زمین چراگاه اسبا سرگین میکنن، و ابوالها یا بول و پیشاب میکنن در همونجا، به اندازه سرگین و به اندازه پیشاب همون اسبا حسنات و ثواب نوشته می شود برای صاحبش. ولا تقطعوا طولها، و هر اسبی که میگه قطع بکند طولشد یعنی بندشه، ببرد بگیم بکند از بندشو، فستنت شرفا او شرفینی، فستنت پس بگذرد و برود، شرفا او شرفینی یک تپه دو تپه اوسون، مثلا زمینی کلان دارد در جو بستگی بود، این بندش بکند، تیولش بکند بندش، همون بندی که بستگی است اسب هم بند بکند و فستنت شرفا او شرفینی، پس این اسب بگریزد، یعنی چریده برود یک تپه اوسو دو تپه اوسو، یعنی چند قج زمین چریده برود، فشریبت منه و بینوشد از همون داخل اون چراگاه کلان آب رو، ولا یرید ان یسقیها، فشریبت او شرفینی، خطی پایانگی را خوندیم، شرفا او شرفینی الا كتب الله له عدد آثارها و ارواتها حسناتی، مگر اینکه میگه نوشته می شود، می نویسد الله سبحانه و تعالی برای صاحبش به اندازه عدد آثارها، به اندازه هر قدمی ماندگیش، مثلا 1000 قدم ماندگی باشد هر یک قدمش ده ثواب نوشته می شود، و ارواتها هر جایی ده که رفته بگیم سرگین کردگی است، اون سرگیناش به اندازه اون سرگیناش برای این انسان حسنات ثواب در نامه اعمالش نوشته می شود. ولا مر بها صاحبها علی نهرین، و همچنین اگر میگه بگذرد با همون اسب صاحب اسب بر بالای دریایی، بر بالای نهری، بر بالای جویباری، فشریبت منه، پس اسب از همون جویبار آب بینوشد، ولا یرید ان یسقیها، و صاحبش قصدی آب دادن اسب رو نداشته باشد، الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، می نویسد الله سبحانه و تعالی برای این صاحبش عدد آبی که نوشیده است ثواب می نویسد. ببینید هر قطره آبی را که نوشیده است با اندازه هر یک قطره الله سبحانه و تعالی برای صاحبش حسنات و ثواب و پاداش می نویسد است. حتی اگر قصد هم نداشته باشد اون اسب بینوشد، اگر قصد داشته باشد چی؟ همچنین ثواب در نامه اعمالش نوشته می شود. حتی اگر بی قصدم بنوشد ثواب است، قصد کند با اولاتر و بهتر و خوبتر. خب این بود درباره اسبداری که اسبداری به 3 قسم تقسیم شد. اولش گناه است، با فخر و با ریا و با دشمنی به دین باشد، این گناه است. و دویمش که برای خدمت کردن در راه جهاد باشد، این برای صاحبش
پوشاننده نیاز و فقرش است. و سیمش که انسان هم برای جهاد و در زمین کلان نگاه و بین بکند از پرا تا اینکه در راه اسلام خدمت بکند، برای صاحبش اجر و پاداش می آورده است. خب این بود درباره سه نمود اسب نگاهداری. باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان شدن قیل یا رسول الله فالحمر، گفتن ای رسول الله پس درباره خرها چی میگوی؟ خر دارد، کسانی که خر دارند. ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ما انزل علی فی الحمر شیء، گفتن برای من درباره خرها یگان چیز نازل شدگی نیست. یگان چیز گفت درباره خر برای من نازل شدگی نیست. الا هذه الآیه الفاظه الجامعه، مگر گفت همین آیتی که کم نظیر و در برگیرنده خیرهای زیاد است. این همین آیت گفت نازل شدگی است. این آیت چی است؟ سوره اذا زلزلت آیت 7 و 8 که الله سبحانه و تعالی میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی پس هر کسی که انجام میدهد به اندازه یک ذره خیر را پاداشش را میبیند. و من یعمل مثقال ذره شر یره، و هر انسانی که انجام میدهد به اندازه یک ذره بدی را عذابش را میبیند. پس گفت برای من همین آیت نازل شدگی است. پس این آیت دلالت به چی میکند؟ دلالت به این میکند که هر کسی که خر را بگیرد، خر دارد، اون خرش در راه درست و در راه سالم استفاده ببرد، پس برای صاحبش اجر میآورد. خر نگاه کردن هم اجر میشود، برای صاحبش اجر میآورد. اگر درست نگاهش کند، حق خر ادا بکند، گشنه نماندش، عذابش نتید، پس برای صاحبش چی میآورده است؟ پاداش میآورده است، ثواب میآورده است. اما هر کسی که خر داشته باشد در راه نادرست استفاده برد یا خر را عذاب بدهد، نگاه و بینی درستش نکند، برای صاحبش چی میآورد؟ عذاب میآورد. برای صاحبش دهشت و برای صاحبش گناه میآورد، سبب گناهگار شدن صاحبش میگردد. پس درباره خر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که همین قدر چیز برای من نازل شدگی است که این آیت یعنی که شامل همه چیز است. انسانی که ماشین دارد، ماشینش در راه درست و سالم نگاه کرد و استفاده برد، پس ثواب است. ماشینش اگر در راه دزدی و غریب و فسق و فجور و حرام استفاده برد، گناهکار می شود. همچنین تلفن، انسانی که تلفن در راه درست استفاده، پس همین آیت می شود همه اینا رو استنباط کرد. تلفن را انسان در راه درست و سالم استفاده برد، ثواب میگیرد. در راه نادرست استفاده برد، گناهکار می شود. یا هر چیز دیگر به همین قیاس کرده رفتنش میگیری. در راه درست استفادهش بردی، ثواب می شود. در راه نادرست استفادهش بردی، گناهکار میشوی و سبب گناهکار شویت می باشد. این حدیث متفق علیه است و هذا لفظ مسلم، این لفظ امام مسلم هست. این باب تأکید وجوب زکات با همین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب وجوب صوم رمضان، یعنی باب در مسئله واجب بودن روزه گرفتن ماه مبارک رمضان و بیان فضل صیامی، و باب همچنین درباره بیان فضیلت روزه گرفتن و ما یتعلق بهی و آن مسئله هایی که مربوط هستند و ارتباط دارند به روزه گرفتن که در این باب بیانش میکند امام نووی رحمه الله. این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم. در آخر برای بسیار طولانی شدن این درس که از نیم ساعت گذشت معذرت خواهی میکنیم، زیرا اینکه درس را از 25 تا 30 دقیقه را میگرفتیم یا تا 25 26 دقیقه را، اما این کمی از این گذشت، معذرت خواهی میکنیم. اما خواستم حدیث تکمیل شود و پره شود تا اینکه کامل مقصد و مرام رسول الله صلی الله علیه و سلم با این گفتار زیبایش بفهمیم و احکام این مسئله ها را بدانیم. از این حساب الحمدلله تکمیلش کردیم. با همین درس امروزه را به پایان میرسونیم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.